بنز قلا باشه. نمایشگاهی یعنی نمایش، گاهی هم شاید یک معامله بکنیم. حالا چیزی ما کم کن دیگه. برار ما تو که حرفا نداره، خدا ما رو سگ کنه که اگه بخوام توی ماشین از تو 10 میلیون بیشتر سود بگیرم. ای بابا یه چرفی می‌ذاریم ما به تو اعتماد کامل داریم. داش خسته نباشه. یک پرادوی 2012 فول بیرنگ چند قیمت چیه؟ اتفاقا یکی درام 12 میلیارد. خب دم ده همین پرادوی ما از ما بخر. خیلی پولی. داداش جنسیس چند گفتی؟ 7 من. بابا همکارو کمتر حساب کن. 4 مال تا. الو سلام داداش، همون لنکورز بعد بیار صاحبش آمده. شغل مال آمدم شمالم چجوری بردارم بیارم؟ بهش میگم ماشین بوده کار باش. حاجی لنکروز چند قیمت چه؟ فروش نه ساوا. همین میگه اون فروشی نبود بشه نفروختی به. برار ما کاسما و او با کت قرازو با دمپاش بهش میخوره لنگروز باشه. رفت نمایشگاه بغل لنکروز چه خرید؟ برار ما که بعد تو رو نمیخوام میگم بیا این ماشین فقط نون توشه. خب برای این چرت و پرت میگی ماشین هیچ کی به این قیمت از ما نمیخره. برار بهت میگم نون توشه اینا. داداش گفتی این ماشین یک کف دست رنگ وردمش کارشناسی الان میگه تمام رنگه که. برار بیا اینجا. یالا چند رنگه؟ یک کف دست. آفرین. کجا داری میری؟ سلام داداش، ماشین برای فروش هم دارین؟ آره عشق این ماشین مال من، اون ماشین مال من، خیلی ماشین دارم. نخر بابا. خیلی بد زدی. داداش این ماشین که 500,000 تا کار تو آگهی زدی 50,000 تا کار. ما به ریال زدم. تکنولوژی. داداش این ماشین بهش روش نوشته امانی. مگه نمیدونی این ماشین مال حاج آقا امانیه دیگه؟ تو امانی کیه؟ لیمو امانی. عقب جلو هم بره. آردی که زبر بره. یک سال بره از این ماشینا که اینجا کدومش مال توئه؟ خب چمو شایر برده بیار. خب برام ما که هنوز چیزی ننوشته. نداره تو فعلا پول چای رو بده. سارنتو، آرنتو، رنتو، انتو، نتو، تو